برادر پرسیده است نمک در خواب چی تعبیر دارد؟ برادر دیگر پرسیده است خوردن قلفینه در خواب چی تعبیر دارد؟ برادر دیگر خواب دیده است قبر کنده ایستاده است و پرسیده است قبر کندن در خواب چی تعبیر دارد؟ ما امروز تصمیم گرفتیم با خوابهای این برادران جواب گردونیم. اولا ما جواب برادری که قبر کنده ایستاده است در خواب. نفر مجردی که در خوابش قبر میکند عائله بنیاد مینماید. رفت و شخصی چنین خواب دیده عائله دار باشد عمری دراز نصیبش میگردد. نمک در خواب چه تعبیر دارد؟ نمک در خواب نشانه خودداری نمودن از خوشی‌های زندگی و همزمان لطف الله جل جلاله است. در خواب نمک یافتن نشانه بیماری و بدبختی است. قلفینه در خواب. قلفینه در خواب درآمدی زیاد و فایده‌ناک است. هر کدری که زیاد قلفینه استعمال کرد همون اندازه مال و نعمت به دست می‌آورد. این بود یک چند خوابی که ما تعبیر نمودیم. کسانی که خواب ببینند اگر در سامانه های اینترنتی آن را نمیابند با کانال ما ابونه شوند و در زیر ویدیو کامنتاری کنند. انشاءالله به خواست الله ما دیده آن خواب را تعبیر بنماییم. باقی سربلند و خیال باشید. خداوند یار و مددگارتان بود.